حسین ایدم پایه برات گرفتم همین الان 50 تومن. دو که اصلا فکرشو نکن، نمیدوی راه بری هم سریع نمیری. ببین 2-3 کیلومتر بیشتر تو ساعت نرو. گرفتی؟ ببین رفتی عروسی پسر عمومه، عروسی پسر دایمه، نمیرقصی، یزله مزله هم نمی کنی. بخواستی برقصی اول نگاه کن ببین ایدم پای پاته یا یه دم پای دیگه. فهمیدی؟ فرض کن آقا، فرض کن من مردم، فردا هم تشییع جنازمه. تو کار به جنازه نداشته باش. اینا که جنازه بلند میکنن سریع میرن، تو نرو. کارت بگن جنازه بابات اینا، تو نرو، ول کن، آروم برو پشت سرشون، یزله مزله هم نمی کنی. باشه بابا؟ سری بلند شد اینم بپوش. آروم چه خبره؟ آروم بپوش. 50 تومن گرفتم. یه دور بزن ببینی. الماس پشت سرش میری، هر جا رفت سری رفت رقصید، نمیدونم چی میای بهم میگی. حواست باشه.